اگر که مثل من عاشق ترکیب آناناس و نارگیلی، مطمئنم که عاشق این کیک پیناکولادا میشی. در مرحله اول ما نیاز داریم که کارامل رو درست کنیم. برای درست کردن اون شکرمون رو توی یه مایتابه بزرگ و نسبتاً ضخیم میریزیم و اجازه میدیم که شکر ما کاملا حل بشه. بعد از اینکه شکر حل و ذوب شد، کرمون که حتما به دمای محیط رسیده است رو به اون اضافه میکنیم، هم میزنیم. وقتی که کره هم آب شد، شیر گرممون رو اضافه میکنیم، اونقدر هم میزنیم تا مایمون یک دست بشه. بعد از اون این مایه کاراملی رو میریزیم کف قالبمون. من اینجا از قالب 20 سانت استفاده کردم و بعد کمپوت آناناس یا حالا شما هر میوه دیگه هم میتونید استفاده بکنید، ولی خب دیگه کیک پیناکولادا نمیشه. کف قالبتون بچینید و بذارین کنار. تخم مرغ ها رو به همراه شکر و وانیل یا مثل من اسانس آناناس و نارگیل در حدی بزنید که کاملا رنگ اون روشن بشه، کشدار بشه و حجیم بشه. این مرحله بسته به توان همزنتون بین 3 دقیقه تا 6 دقیقه 7 دقیقه ممکنه که طول بکشه. وقتی که به این چیزی که توی تصویر میبینید رسید کافی هستش و بیش از اون دیگه نیاز نیستش. و بعد شیرمون رو، آب آناناسمون رو که حالا از همون آب کمپوت هم میتونید استفاده بکنید و روغنمون رو اضافه میکنیم. با دور کند همزن در حد 30 ثانیه میزنیم و میذاریم کنار. بعد از اون آرد و بیکینگ پودرمون رو روی موادمون الک میکنیم با دور کند خیلی کم، در حد اینکه فقط مواد مخلوط بشه اون رو میزنیم و بعد پودر نارگیلمون رو به اون اضافه میکنیم. دوباره یکم هم میزنیم تا کاملا موادمون یک دست بشه. برای اینکه مطمئن بشیم مواد اون به خوبی مخلوط شدن، به وسیله لیسک یک بار دیگه مواد رو خوب فولد میکنیم و بعد مواد کیکمون رو داخل قالبمون میریزیم. خوب همه جای قالب رو پخش میکنیم از مواد و چند تا ضربه قالبمون رو روی سطح کار میکوبیم و اون رو توی فری که از قبل گرم کردیم قرار میدیم. بعد از اینکه کیکمون پخت اون رو بیرون میاریم، اجازه میدیم که روی توری خنک کننده کاملا خنک بشه و بعد کیک رو از قالب در میاریم. بچه‌ها این نکته خیلی مهمی هستش. برای در آوردن کیک از قالب هم فقط دور اون رو به واسطه یک چاقو یا کاردک جدا میکنیم و بعد به راحتی توی ظرف یا بشقاب مورد نظرمون اون رو برمیگردونیم. مقدار دقیق مواد، زمان پخت و دمای پخت و نکات رو همه رو براتون توی کپشن می نویسم. خیلی ممنون میشم که از پستم حمایت بکنید و به هم انرژی بدین برای آموزش‌های بیشتر. خیلی 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 این کیک خوشمزه است، واقعا یه ترکیب خیلی فوق‌العاده و دلچسبی هستش، مخصوصا واسه کسایی که عاشق این دوتا میون. شما فقط بافت خیلی نرم و لطیف اون رو ببین، وقتی که میخوری یه لایه کاراملی خیلی خوشمزه که میاد زیر زبونت، بعد خود اون تیکه های آناناس، طعم نارگیل، در عین حال یه کیک خیلی سبک و خوش بافتیه. امیدوارم که درستش بکنید، ازش لذت ببرین و نوش جونتون باشه.